بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان. تو این قسمت وارد فصل 2 میشیم. فصل 2 در رابطه با مجموعه‌های اعداد حقیقی، اما قبلش اومده مجموعه‌های اعداد گویا رو توضیح داده. تو این کلیپ ما به چند نکته میپردازیم. یکی معرفی خود اعداد گویا، مقایسه کسرها یا همون اعداد گویا، نوشتن چند تا کسر بین دو تا کسر و موضوع آخر مرتب کردن کسرها هستش. مرتب کردن یعنی به ترتیب نوشتن از کوچکتر به بزرگتر و یا برعکس. هر عددی رو که بتونیم به صورت یک کسر بنویسیم، یک کسر علامت دار، چه مثبت چه منفی، اون میشه عدد گویا. قبلا هم اشاره داشتیم روش. نگاه کن، ما اینجا جزوه‌ش رو مرتب کردیم. اگه خواستید بنویسید راحت باشید. تعریف عدد گویا: هر عددی را که بتوان به صورت یک کسر نوشت به طوری که صورت و مخرج عضوی از اعداد صحیح باشند و مخرج مخالف صفر باشه. مخالف صفر باشه یعنی چی؟ یعنی صفر نباشد، مخرج صفر نباشد. حالا صورت مشکلی نداره. مجموع اعداد گویا رو با کیو نمایش میدهیم؟ تو داستان مجموعه فصل 1 گفتیم اما اینجا به درتون میخوره. کیو آ به ام هایی که آ و ب عضو اعداد صحیح باشن. آ چیه؟ صورت، ب مخرج. آ به ام، ام انوم، ایکس ایگرگوم، اینا کاندیدی از همه اعداد گویا هستن. پس دیگه حالا حتما آ و ب بنویسیم آقا، نمیدونم خانوم، نه خیر، میتونی ایکس ایگرگوم بنویسی. خب کسرایی که صورت و مخرجشون از اعداد صحیح انتخاب بشن و یه شرطی داره، مخرج مخالف صفر باشه. به مخالف صفر. خب بچه‌ها نگاه کنید، چرا به باید مخالف صفر باشه؟ شاید سوال ایجاد بشه. الان برفرض اگه یک کسر صورتش صفر باشه، صفر دوم بلدیم صورت کسی صفر باشه، اون کس کلش میشه صفر حاصلش. اما اگه مخرج صفر باشه، مخرج صفر باشه یعنی دو صفرم. اگه مخرج صفر باشه، چرا میگن این جزو عدد گویا نیست؟ به میگن تعریف نشده تو ریاضیات. ما تو ریاضیات فعلا تو دوران دبیرستان 2 تا تعریف نشده داریم. یکیش الان یاد میگیرید، یکیش حالا بعدا تو رادیکال ها میگیم. یکی از تعریف نشده ها تو ریاضی اصطلاح تعریف نشده بهش میگن. اینی که مخرج یک کسری صفر بشه. علتش رو ببینید. اگر برفرض مخرج 1 باشه میشه چی؟ 2. اینجا بحث مفهومی میکنم. بریم جلو. مخرج یه ذره کوچیکش کن بشه 1/10. 2 رو تقسیم بر 1/10 کن میشه 20. 1/10 به صورت کسر بنویس، بعد دور در دور نزدیک در نزدیک کن میشه 20. حالا یه ذره بیشتر مخرج رو ریزترش کن، مثلا بکن 1/1000. 2 بر 1/1000 میشه چی؟ میشه 2000. یه اتفاق داره میفته، هرچی مخرج کوچیکتر میشه حاصل کل کسر میره چی؟ بالا. پس این مخرج رو انقدر کوچیکش میکنن تا بره به سمت چی؟ صفر. یعنی بشه چی؟ 2 صفرم. این صفر مثلا یه نمه مونده برسه به صفر در نظر بگیر. مثلا یه همچین چیزی نگاه، مسخره است ولی میخوام تداعی بشه تو ذهنت. یه عدد خیلی خیلی ریز که تو ریاضیات بهش میگن اپسیلون. عدد خیلی ریز رو میگن اپسیلون. عدد خیلی گنده رو میگن بی نهایت. پس 2 به روی عدد خیلی ریز تقریباً به صفر نزدیک بشه میشه یه عدد خیلی بزرگ. میشه چی؟ بی نهایت. نماد بی نهایت هم بدونید بد نیست به صورت اینطوری. دیدید مثلا میگن اینترنت نامحدود علامت رایتل میکشه، این علامت بی نهایته. یه 8 خوابیده. 2 بعد به روی یه عدد خیلی ریز شد یه عدد خیلی درشت. عدد خیلی درشت تعریف نشده است. عرضم اینه که بی نهایت چون تعریف نشده است، لذا میگیم 2 صفرم تعریف نشده نگهش دار. این یه مفهومیه که بعضیا میگن آقا چرا تعریف نشده میشه؟ ما اینجا اشاره کردیم. بگذاریم بریم سراغ حرفای اصلی. مثل چی؟ منفی 2/5 عدد گویان. 3 چرا عدد گویا بود؟ چون خب به صورت کسر میشد نوشید، مثلا 3/1 یا 6/2. 2/10 چی؟ آقا کلیه اعشاریه‌ها چه مثبت چه منفی همه رو تبدیل به کسر میتونی بکنی دیگه، پس گویاه. کلیه اعداد صحیح، کل اعداد طبیعی و
حسابی همش تبدیل به کسر میشه. اوکیه. پس یعنی چی؟ یعنی گویاه. 0.4 هم که الان گفتیم میشه 0، اون عدد گویاه. اینا مثال ها. یه نکته بگیم، الان نمیشه گفت نکته خیلی خاصیه. تابلو اینا رو همه رو داشتید. من مدون کردم بعضی حرفا رو. هر عدد گویا دارای بیشمار نمایش است. این حرف ریاضیش چیه؟ یک کس در نظر بگی آب اوم، صورت و مخرج یک کس رو ضرب در هر عددی دلت بخواد میتونی بکنی. من دوست دارم صورت و مخرج جفت ضرب در ام کنم، حاصل عوض نمیشه. مثلا نگاه کن، مانند 2/3 که داریم، 2/3 میتونی بگی 4/6، میتونی بگی 6/9، میتونی بگی -10 بری -15 و الی ماشاءالله. پس برای هر کسر بیشمار نمایش وجود داره که این اتفاق واسه عدد گویا میفته. مقایسه کسرها. مقایسه کسرها اینه میخوام ببینی کدوم بزرگتر از اون یکیه یا کدوم کوچکتر از اون یکیه. یه سری کسر بهت میدن، میگن آقا به ترتیب کوچیک به بزرگ مرتب کن یا از بزرگ به کوچیک بنویس. خب برای این خیلی حرفا خوندی تو دوران نمیدونم شاید مثلا 7م 6م، شاید خیلی ها وارد باشن، اما به صورت مدون اینجا گفتیم. نگاه کن، مقایسه کسرها یکی از سوالات زیر اتفاق میفته میخوای مقایسه کنی، یا مخرجا مساوی ان، 2 تا کسری که میدن 2 تا 4 تا هر چند تا کسر. الان مثلا این 2 تا رو نگاه کن، مخرجا مساویه 15/8 7/8. بچه‌ها خیلی تابلوه وقتی 2 تا کسر داری مخرجاش با هم برابره، اونی بزرگتره که صورتش برابره. این که اصلا توضیح نمیخواد، ولش کن، زمان نگیریم الکی. اما یه وقت هست صورت‌ها مساویه، مخرج‌ها مساوی نیست، صورت‌ها مساویه. وقتی صورت‌ها مساوی باشه، مثلا 9/5 9/13، میخوایم مقایسه کنیم ببینیم کدوم بزرگتره یا کدوم کوچیک‌تره. اینم مشخصه. فقط یه توضیح کوچولو میدم. 9 رو به 5 قسمت تقسیم کنی سهمت بیشتر میشه، یا 9 رو به 13 قسمت تقسیم کنی. قطعا وقتی 9 رو به 5 قسمت تقسیم کنی سهمت بیشتره. نه از این. اما این زمانی که نه صورت‌ها مساویه نه مخرج‌ها مساویه چی کار میکنیم؟ خوب گوش کنید. زمانی که نه صورت مساویه نه مخرج، بعد یه حرکتی بزنیم. اون حرکت اینه که یا مخرج‌ها رو مساوی کن با هم یا صورت‌ها رو مساوی کن. معمولاً مخرج‌ها رو مساوی میکنن که من مقایسه میکنن. اصطلاحاً چی؟ مخرج مشترک میگیرن. مخرج مشترک هم به موقعش توضیح مفصلی میدیم، یه چیزایی ازش میدونید، مفصل ترش رو خدمتتون ارائه میکنیم توی کلیپ های بعدی. ببینید اگه اومدی مخرج مشترک سخت بود، رو صورت ها کار کن، صورت ها رو یکی کن. الان مورد اولی و دومی من الان مخرجاشو مساوی قرار بدم چون ساده تره، ولی مورد آخر سخته که مخرجا رو مساوی قرار بدم، یعنی زمان بره، ولی صورتاش راحت تره. بریم از مورد اول شروع کنیم تا بریم مورد سوم. مورد اول رو ببینید. 7/5 4/3 مخرجش چجوری مساوی میشه؟ بلدی مخرج. این ضرب در 3 میشه، اینم ضرب در 5 میشه. مخرج ضرب در هر چی میشه صورتش هم ضرب در همون باید باشه، قاعدهشو گفتیم اونجا. پس اینم ضرب در همون 5. این میشود 21 3 7 21 5 3 تا 15 تا. اینم میشود 20 15. خب 20 15 21 15 بزرگتره یا 20 15؟ تابلو دیگه. خب 21 15 یعنی اون این بزرگتره که صورتش بزرگتره. پایینی هم همین. 12 و 18. 12 و 18 باید مخرج مشترک گیری کنم. یه مخرج مشترک گیری ساده بهتون یاد بدم. 12 و 18. 12 و 18 کدوم بزرگتره؟ ببینم تو مخرجا کدوم بزرگتره؟ 18. 18 بزرگتره. 18 رو به ترتیب ضرب در اعداد طبیعی می‌کنی. خب 18 یکی 18 تا. خب 18 به 12 میخوره؟ یعنی 18 به 12 کاملا بخش پذیره؟ نه. خب نشد، ضرب در 2 میکنی. 2 18 تا 36 تا. 36 به 12 میخوره؟ اوکی. 36 به 18 میخوره. پس 18 رو ضرب در چی کردی به 12 خورد؟ ضرب در 2. 12 ضرب در چی بشه که بشه 36؟ اینم باید ضرب در 3 بشه. پس صورت این باید ضرب در 3 بشه. اونم صورتی ضرب در 2. این میشود 15 36م. اینم میشه اینجا 14 36م.
کدوم گنده است؟ گندهشون کیه؟ 15 36. اما پایینی پایینی حرف من جدیده. 23 17 مخرج مشترک میخوای بگیری؟ خب چون عدد اولینم چون عدد اوله، دو تا عدد اول میخوای مخرج مشترک گیری کنی، بعد دو تا رو ضرب در هم بکنی. خب زمان کم داری، میخوای تست بزنی یا هر چی، اصلا حال نداری، بیا اینا رو ضرب در هم کنی. بیا چیکار کن؟ بیا نگاه کن به صورت‌ها رو میتونی مساوی کنی. آره. به چه فرم؟ 14 و 42 مضاربی از هم. بله 14 رو ضرب در 3 میکنی میشه 42. پس این اتفاقی توی میفته میشه چی؟ اینم ضرب در 3 میکنی، صورت رو ضرب در هر بلایی سر صورت اوری سر مخرج هم بیار و برعکس. هر بلایی سر مخرج اوری سر صورت هم باید بیاری. میشه 42 9 69. اینم که چی؟ 42 17. کدوم بزرگتره؟ خب اینجا نگاه کنیم، گفتیم اونی بزرگتری که مخرجش کوچیک‌تره. خب پس این بزرگتره، به این فرم میشه. توی مبحث اعداد گویا فصل دوم یه سوالاتی دارید، میگه آقا بین دو عدد گویا چند تا کسر پیدا کن. میدونیم که اینو نکته رو بگم، بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد گویای دیگه وجود داره. یعنی بین هر دو کسر بیشمار کسر میتونی بنویسی ولی قابل شمارش نیست. بعضی از بچه‌ها سوال میپرسن آقا اعداد گویای بین 1/2 و 1/3 این مجموعه هست یا نه؟ بله بچه‌ها این مجموعه است. بعد میگه آقا خب بنویسش، مگه نمیگید باید بنویسیم بتونیم؟ نه. ببینی همین که ما میدانیم یه بسته‌ای تشکیل شده و داخلش مشخصه کسری هایی هستن که بین 1/2 و 1/3 قرار گرفتن، همین کافیه برای مجموعه بودن. قرار نیست هر مجموعه رو بتونی به صورت اعضا بنویسی. چرا که دیدید مجموعه عدد گویا رو ما میتونستیم به صورت اعضا بنویسیم؟ نه، ولی مجموعه بود. این هم همینه. حالا بگذاریم از این مفهوم، بپردازیم به مسئله‌ای که گفتیم. مسئله این بود 2 تا عدد میدن یا 2 تا کسر میدن، میگن آقا 2 تا کسر دیگه یا 3 تا کسر دیگه یا هر چند تا کسر دیگه بین این 2 تا بنویس به دلخواه، چون بیشمار کسر وجود داره دیگه. نگاه کن مثال بزنیم. قبل از اینکه مثال بزنیم 3 روش برای یافتن اعداد گویایی بین 2 عدد وجود داره. بین 2 عدد یه روش بهش میگن یکسانسازی مخرجا، یعنی میای مخرجای اون 2 تا عدد تو یا 2 تا عدد گویا تو مخرجا رو یکی میکنی به روش مخرج مشترک، اما مخرج مشترک مناسب انتخاب میکنی. میپردازیم بهش. روش دوم گوش کنید. یه روش شده روش میانگین. فرمول طلاییش اینه که میانگین هر دو عدد بین آن 2 عدد قرار دارد. داشته باشینو. و یه روش هم روش جمعه که اینم فرمول کلیشه. فعلا بریم سراغ روش اول. روش دوم سوم هم توضیح میدیم. از روش اول من میخوام این 3 تا مثال حل کنم. از روش اول 3 کسر گویا بین 2 عدد 5/3 و 3/4 بنویسید. 3 تا کسر میخوایم بنویسیم. مخرجا رو گفتیم باید چیکار کنیم؟ یکی کنیم، اما مخرج مشترک مناسب. اولین مخرج مشترک تابلو بین 4 و 3 چیه؟ 12. پس این تبدیل میشه به 12، اینم تبدیل میشه به 12. 3 تا 9 تا 4 5 تا 20 تا. مخرجا یکی شد، مخرج مشترک گیری انجام شد. حالا بین 9 12 و 20 12 چند تا کسر رادست میتونی بنویسی که اصلا رادست باشه اصطلاحا؟ خیلی میشه نوشت بیشمار، ولی رادستاش اینا 9 12 بعدیشی 10 12 11 12 همینجوری تا 20 12. طبیعتا از 3 تا بیشتره. کدوم بنویسیم؟ هر کدوم دلت میخواد، هر کدوم عشقتون میگه. چی؟ 10 12 بعد 11 12. نه دوست نداری 11 12 بنویسی، یکی دیگه بنویس. 13 12 نمیدونم 16 12. فقط از 20 بیرون نزنه. پس من 3 کسر نوشتم به دلخواه
که قطعاً بین 3/4 و 5/3 قرار گرفته. پس به جای 3/4 شد 9/12، به جای 5/3 شد. این روش چی بود؟ روش یک یا همون یکسانسازی مخرج ها، یا بهش میگن روش مخرج مشترک هم بهش میگن. این ساده بود. اولین مخرج مشترکی که تو ذهن تداعی میشد مسئله رو حل میکرد. یعنی بریم سراغ بعدی. بین 1/5 و 3/7 4 عدد گویا بنویسید. اینم به همون روش بریم. مخرج مشترکش 7 5 تا 35 تا. یه 35 واسه این بنویسیم، یه 35 هم برای این. خب 3 5 تا 15 تا، 7 یکی 7 تا. بین 15 35 و 7 35 من مجدد میتونی بی شمار کسر بنویسی. 4 تاشو پیدا کن، 4 تا بنویس. مثلا 8 35، بعدی 9 35، بین 2 تا داره می‌نویسیم. 10 35، 4 تا گفته، و 11 35. 4 تا نوشتیم. این شبیه بالایی بود. بعضی وقتا این اتفاق میفته، اتفاقی که تو مثال 3 میفته، بینشون هیچی قرار نداره. نگاه کنید. -1/2 و -2/5 داده شده، 3 تا کسر گفته بینش بنویس. طبق متعارف مثال 1 و 2 که مخرج مشترک بود، من میام مخرج مشترک گیری میکنم، میشه 10. منفیش هم بذاریش منفی داره. یه نکته هم بگم، منفی بغل کسر غالبا تو عرف میره تو صورت. اگه منفی تو مخرجه بیار تو صورت یا بغل کسر. منفی تو مخرج عرف نیست. اگه منفی تو مخرج اومده بیار تو بالای صورت، یعنی قسمت بالا، یا بیار بغل کسر. این 10 2 5 تا 10 تا -4. اینم بره جلو میشه 5. خب نگاه کنید. اینجا گفته 3 تا کسر بین این بنویس. این -14، این -15. طرف میگه آقا بین 2 تا کسر من میخوام عین مثال 1 و 2 بنویسم، مثلا بگم 6/10. خب بینش نیست، بین -4 و -5 نیست. یعنی طبق اون سخت میشه. اما یه روشی وجود داره اینجا بیا مخرج مشترک گیری مناسب بگیر. یه کاری کن که ایجاد بشه خود به خود. یعنی چی؟ یعنی این نگاه، اگه من اینو ضرب در 4 کنم، اینم ضرب در 4 کنم، چه اتفاقی میفته؟ یکی میگه آقا 4 رو از کجا آوردی؟ خب شروع کن به ترتیب ضرب در 2 کن. یعنی مخرج رو درشتش کن. هی خب به تناسب مخرج رو درشت میکنی، صورتم درشت میشه، ولی حاصل کسر عوض نمیشه. این میشه چی؟ حاصل من اینجا می‌نویسم. این میشه -16/40. اینم میشه، اینو اینجا می‌نویسم، -20/40. حالا بین -16/40 و -20/40 به سادگی میتونی 3 تا کسر بنویسیم. 3 تا کسر چیه؟ -17/40 و -18/40 و -19/40. یه بار دیگه حرفی که تو مثال 3 زدیم و یه ذره ساده تر بگم. اگه اومدی بینش عین مثال 1 و 2 پیدا نکردی چیزی، بیا مخرج رو درشترش کن. آقا ضرب در چند کنیم؟ امتحانش با شما. قاعده داره ها، بی قاعده نیست که بفهمی ضرب در چند کردی. اما اینجا جاش نیست. تو نکات تستی به موقعش تو پک تستی بهتون میگیم. پس فعلا مخرج رو درشتش کن تا جایی که بتونی به سادگی پیدا کنی عددا خودشون نشون بدن. بعد بیایم تو مثال بعدی نگاه کن. مثال بعد ببین. تا اینجای کار ما روش اول فقط دستمون اومد، روش مخرج مشترک گیری. روش دوم سوم مونده، یعنی روش میانگین و یه روشی به نام روش جمع که خیلی متداول نیست، تو کتابم نیومده ولی خیلی راحته. اینم یاد بگیرید. تو امتحان از هر روشی برید درسته بچه‌ها. غالبا از روش اول میرن.
از روش دوم و سوم برید اونم درسته. روش دوم از دو روش دیگه سخت‌تره، خیلی نمیرن، ولی دونستنش و یاد گرفتنش لازمه. بریم جلو، از هر سه روش بریم. بین دو عدد 1/5 و 2/3 دو عدد گویا بیابید. با روش اول ببین چه اتفاقی میفته. روش مخرج مشترک گیری 3 5 تا 15 تا، اینم 15 تا، 2 5 تا 10 تا، 3 1 3 تا. خب بین 10 15 و 3 15 کاری داره دو تا عدد گویا بنویسیم؟ کاری نداره. مثلا 4 15 و مثلا 5 15. حالا یکی دوست داره 6 15 و 7 15 بنویسه، اشکالی نداره. روش اول رو دیدید. روش دوم رو توضیح ندادیم، روی میخوایم توضیح بدیم. روش دوم اسمش میانگینه. پس چی شد؟ روش دوم میانگین. روش میانگین چی میگه؟ توی روش این دوتا رو جمع میکنی تقسیم بر دو. میانگین یعنی همون معدل دیگه. دقت کنید، دو تا عدد داریم مثل آ و ب، اگه جمعشون کنی تقسیم بر دو کنی، این عددی که پیدا میشه بین آ و ب قرار داره. اینو داشته باشید به عنوان حرف میانگین. حالا کاربردش رو ببین. پس من میام این آ منه طبق فرمول، این ب منه، این دوتا رو جمع میکنم 2/3 به علاوه 1/5، بعد تقسیم بر 2 میکنم که میانگینش به دست بیاد. این عدد بین این دو عدده. خب بچه‌ها نگاه کنید، اینجا عدد کوچیکه رو باید بنویسیم. کوچیکه کدومه؟ 3 15. اینم 10 15. یا به جای میتونستی بنویسی 1/5 و 2/3. تا اینجا درست؟ حالا مونده اینو حساب کنی تقسیم بر 2 کنی. من بالا حساب میکنم. 2/3 به علاوه 1/5 مخرج مشترکش میشه 15. 2 5 تا 10 تا، 3 1 3 تا میشه 13 15. 13 15 داره تقسیم بر 2 میشه. دور در دور، نزدیک در نزدیک، یه مخرج 1 میدیم. یعنی این کسر رو داریم تقسیم بر این کسر میکنیم. ببین این حاصلشه. این دو هم که سر جاش 2 شد 2 1. دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه 13 30. این 13 30 که اینجا به دست میاد، این 13 30 بین این دو تا عدد قرار داره، اما اینجا دو تا عدد گویا خواسته. برای پیدا کردن عدد گویای بعدی میتونی 13 30 رو با 3 15 باز مجدد از همین فرمول بری، یا نه 13 30 رو با 10 15 باز از همین فرمول بری. میبینید این مثال، این روش چه سخت‌تر و مفصل‌تره. به خاطر همین اختیاری میذارن تو امتحانات نهایی و امتحاننامه، یا اصلا روشی دوست دارید برید، مگری که قید کرده باشن که مثلا با روش میانگین حتما پیدا کنید اون چند تا عددو. بعد یه چیزی هم بگم، ممکنه جوابی که اینجا به دست بیاری با جوابی که بالا تو قسمت روش اول به دست آوردی متفاوت باشه. اشکالی نداره که، چون بین هر دو عدد گویا بیشمار عدد وجود داره. چون بیشمار عدد وجود داره، جواب ها ممکنه این هم نباشه، ولی جفتش هم درسته و نمره داره. خب پس عدد گویا بعدی میخوام پیدا کنی، بعد 13 30 رو مثلا با 3 15 بگیری یا 10 15. من مثلا این دوتا رو با هم دیگه میگیرم. مخرج مشترکش میشه چی؟ حساب میکنیم. مخرج مشترک 30، این ضرب در 2 شده، اونم ضرب در 2 میشه 6 به علاوه این خودشه، پس صورتش عوض نمیشه. این بعد تقسیم بر 2 بشه. مجدد این میشه 19 30 تقسیم بر 2 1 میشه 19 60. این 19 60 هم یک هست، پس یک کسر میشه 13 30، یک کسر میشه 19 60. این دوتا بین 2/3 و 1/5 قرار داره. اوکی، این روش دوم که از بین این روش‌های ذره مفصل‌تر و شاید مثلا سخت‌تر باشه واسه بعضیا، ولی قاعده‌اش همینی که من گفتمه. یا اگه اینجا مثلا میگفت 3 تا کسر پیدا کن، این دفعه مثلا 13 30 رو با 10 15 حساب می‌کردی، یه دونه هم اونجا تولید می‌شد. روش جمع و نگاه تو کتاب نیست. روش سوم معروف روش جمع، اسمش خودم گذاشتم روش جمع، تو کتاب همچین اسمی نداره. اونم به دلیل اینکه این کارو می‌کنیم. صورت‌ها رو با هم جمع کن، 2 با 1
3 با 5 8. شک نکن 3/8 بین 2/3 و 1/5 قرار داره. به همین سادگی. یعنی به طور کلی این حرف رو نگاه کن. به طور کلی اگه 2 تا کسر داشته باشی، اونور نوشتم فکر میکنم، بیایم اینور نگاه کنید. 2 تا کسر داری مثل چی؟ آبهم و سدهم. اگه صورت‌ها رو با هم جمع کنی، یعنی چی؟ آ رو با سی جمع کنی، مخرج‌ها رو هم با هم جمع کنی، این کسر جدید بین این 2 تا کسر قبلی که اشاره کردیم قرار داره. حالا بیا اینجا، من یه دونه پیدا کردم. 3/8 بین چیه؟ 2/3 و 1/5. این علامت بینه دیگه. کوچیکه رو اول می‌نویسم، کوچیکه 1/5 بود. بزرگ 2/3. خب یه عدد گویای دیگه میخوام، یا به چپ بگیر یا به راست. مثلا 3/8 رو با 1/5 شریک کن، باز همین بلا رو سرش بیارون، بلایه بودش، یه صورت‌ها رو جمع می‌کنی مخرجا رو. یا 3/8 با 2/3 شریک بگیر. من میام با 1/5 حساب میکنم. 1 با 3 4، 5 با 8 13. پس یه دونه کسر 4/13، یک کسر هم که قبلا حساب کردیم 3/8. به این ترتیب میتونی n تا کسر پیدا کنی بین 2 تا کسر مختلف. یه مثال دیگه از روش جمع که روش ساده ایه، نگاه کنید. من خودم 2 تا کسر بنویسم. مثلا میگه بین 2 تا کسر 7/8 و 9/5 یک کسر پیدا کن. میخوایم روش جمع بگیم، خیلی ساده. 7 و 9 جمع میکنی 16، 8 و 5 جمع میکنی 13. این کسر قطعا بین این 2 تا قرار داره. حالا اگه میگفت 2 تا کسر پیدا کن، 16 13 با 9/5، 9 و 16 رو با هم جمع میکردی، 5 و 13 میشه بین 2 تا. یا اگه میگفت 3 تا، باز مجدد اینو با این حساب میکردی. یعنی همینطور به ترتیب مکرر میتونی هر عملیات انجام بدی و کسرهای زیادتری داشته باشی بین 2 تا عدد. یه مثال حل کنی مهم. بعضی وقتا میگه مرتب کنی کسرها رو، یعنی از بزرگ به کوچیک بنویسید یا برعکس. کسرهای 1/3 2/5 3/10 و 1/2 رو به ترتیب از کوچک به بزرگ بنویسید. برای این کار باید مخرج‌ها رو مساوی کنید. مخرج‌ها چجوری مساوی میشه؟ مخرج مشترک میگیریم. خب مخرج‌ها 3 و 5 و 10 و 2. تابلو مخرج مشترکش میشه چی؟ سی. یعنی همون که میمیم کوچکترین مضرب مشترک. سی به همه اینا میخوره. کوچکترین عددی که هر 3 تاش میخوره، هر 4 تاش میخوره. خب این ضرب در چند بشه سی؟ اینو من بنویسم اینجا. ضرب در 10. پس میشه 10 30. بریم بعدی. این ضرب در چند بشه سی؟ ضرب در 6. ضرب در 6 میشه 12 30. 3/10 بنویسیم. این ضرب در 3 باید بشه سی. 9 30. و در آخر این ضرب در چند بشه؟ ضرب در 15. این ضرب در 15 صورتش ضرب در 15 30. حالا اینا رو داری، این 4 تا. این 4 تا دیگه مرتب کردنش کاری نداره. کسری از همه کوچکتره که صورتش کوچکتر باشه. یعنی اول میای 9 30 رو می‌نویسی، بعد میای 10 30 رو می‌نویسی، سپس 12 30 و در آخر 15 30. حالا معادل اینها رو می‌نویسی. 9 30 چی بود؟ پیدا کن. 3/10. 10 30 چی بود؟ 1/3 و الی آخر. دیگه بقیه‌شو معادلشو می‌نویسی.